اینجا پل خراسان گوشه‌ای از شهر شبرغان است که ناامنی ها صدها خانواده را بیجا ساخته و به این منطقه آواره ساخته است. همزمان با بحران اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری و شیوع ویروس کرونا در شهر شبرغان، گروهی از مؤسسات و انجمن‌های اجتماعی خصوصی اقدام به توزیع نان و مواد اولیه برای نیازمندان کرده‌اند. از یک طرف این بیجا شده‌ها وظیفه برای روزگارشان ندارند که درآمد داشته باشند و از یک طرف به خاطر این مرض کرونا که در قرنطین به سر میبرند، بنان ما میره معقول دانستیم که برای از غذای آماده قابل پلو آماده بسازیم و با رعایت اصول بهداشتی برشان توزیع بکنیم. صدها نفر روزانه در این صف با توجه به اصول بهداشتی و رعایت فاصله ها برای افطاری از سوی نهادهای خصوصی غذا دریافت میکنند. اما این خانواده ها میگویند از کمک های دولت تا هنوز خبری نیست. ما از دولت میخوایم دمان رستگی کنه، در کمک های ما رستگی کنه. روزگی است، مریضی از یک طرف است. بر ما کمک بکنه دیگه. خاطر اردو مامی هست دیگه، یک تعداد فامیلای هست دیگه، اینجا قریب 600-700 نفر باشه دیگه. نهاد خیری قیاش در شرایطی که شماری از مردم با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، روند توزیع نان و مواد غذایی برای 60,000 خانواده را از اول رمضان آغاز کرده است که این روند تا اخیر ماه رمضان در این شهر ادامه خواهد یافت.